شام 21 ماه سال 2023 تخمیناً ساعت 20:50 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا زاکیروف حکمت الله سال تولدش 1978 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چناق در حدود نویه شهرستان از روده دارای واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل حرکت برآمده به ماشین بارکش تمغه مرسدس بنز تحت اداره راننده عثمانوف شرف سال تولدش 1985 ساکن شهر استرافشم برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اینچنین مسافر ماشین مذکور ایسای وگل نوره سال تولدش 1984 و خرسال زاکیروف عبدالله سال تولدش 2018 ساکنان شهر ایسار جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شومنصور عریضه مرد 28 ساله ساکن شهر بختر وارد گردیده است که ماه دکمبر سال 2022 در حدود نویه شومنصور جوان 20 ساله ساکن نویه رودکی با راه فریب به باوریش در آمده از او $10,000 آمریکایی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش یک عدد افت تمغه مرسدس بنز 2010 سال برایش آورده می‌دهد، اما نامبرده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده او را فریب داده گشته است. اینچنین نامبرده ماه دکمبر سال 2022 در حدود نویه شومنصور با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن پایتخت در آمده از او 80,000 سومانی گرفته وعده داده است که از شهر دبی برایش یک عدد افت تمغه تویوتا کرولا 2012 سال برایش آورده می‌دهد، اما نامبرده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده او را فریب داده گشته است. همین طریق ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 47 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن کردار قلابی دستگیر کرده شد. نامبرده 16 اکتبر سال 2023 در حدود شهر دوشنبه با راه فریب به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او 153,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت 2 هفته مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده او را فریب داده گشته است. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه دنقره با عریضه مرد 34 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب 20 به 21 ماه سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی از نزد منزل استقامتیش یک سر چاروای کانون شوخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانی شده 7,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور نابالغان 17، 14 و 13 ساله که یکی اشان پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است ساکنان امین نویه صادر نمودند. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.